آقا به سلام علیکم، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از مکس کردن کافه کلش رویال من و 3000 شدیم. 3250 اینا بودم، کم زدم تو رنجم و الان یه اتک زدم به صورت خیلی خوششانسی دارم، یعنی باختم حتمی بود، یعنی چیزی غیر باخت میشد من قبول نشم. خیلی سخت وین کردم، بذار سرعتشو 4 برابر همین 2 برابرش کنم. آقا اینجا حمله کردیم، تاور رو بردیم، حمله کردیم. این تاورم دمیجش چند؟ 52. الان هر چی بندازه این تاور من میره، همین منم داره که این تاور رو 400 میکنه. آقا هیچ، دفاع رو میکنیم، دفاع رو کردیم. الان اینجا من هیچی نه، اکسیر کم دارم. آقا اینو زدیم، اینجاشه که خیلی خوبه. یه مینی پکان میندازیم با یه پرینس. بعدش حالا اینجا شانسی بود، یا میزدم یا میباختم. تا ویدیوهای دیگر بدرود و خیلی شانسی بود.